محله توردی و ناحیه رودکی این درختان و گلها در تیرماه زیاد خزان نشده‌اند ولی یک باره نیست کرده میشوند زیرا در جای آنها بنیاد بلندآشیانه در نظر است. برخی ساکنان از حساب حاصل زمین‌هایشان در این محله زندگی خود را پیش میبرند. حالا غرق اندیشه‌اند که منبع درآمد و شغلشان از دست میرود. دیگه جای یگان ناکاران زمین ها مثال آشیانه کنن خیلی بتیان و دیگه گپ زمین های ما پیش خانه ما حولیم 20 سالچکه هر چیزی میکاریم همین کبوتی و کارتشکا و پامیدور و همه چیز چی میفروشیم با خودمان لازمیشه میخریم. حالا چنین دفترهای فروش خانه‌ها از پهلوی راه اساسی نزدیک به زمین‌های کشت ساکنان و در کوچه و پس کوچه‌ها زیاد به نظر می‌رسند. این مرد از آن ناراحت است که حاصل زحمت‌های چندین سالش را ویران نموده جای آن بلندآشانه می‌سازند. سال دراز نهال پروری بود. نهال می‌خورید ما یافته می‌دادیم. همینجا در گل پروری هم نهال ده اساسا نهال درآمد چیز بعد زمستان این وقتی زیلن گشنیچ اکروب اسمالله هم خیلی چیارا تور میکردم پیاز زمستانش قطعی بازار اینجا اپتم داده گپرازی سودا میکردیم. او هر وقت که از نزد ساختمان میگذرد میوه‌های پرورده‌اش به یادش میآید. مبلغ هم نه فیزیکی نقد بدم زراعت حال نشون میتیم کیویره همه ما بانان چیزا داشتیم حواس همین چیزا رو میکرده دو درخت لیمون داشتیم تا 300 کیلو لیمون گرفتم. میگوید آنها را با قرار دادگاه مجبور از منزل‌هایشان خزاندند. مقامات و شرکت‌های ساختمانی موضوع را رسما شرح ندادند. نماینده یک شرکت ساختمانی گفت با صاحب ملکان پیشنهاد کرده است که سر مساحت خانه یا زمین نزد اهالیشان به آنها پول می‌دهند تا مکان ساختمان را خالی کنند. در کمیته زمین ناحیه رودکی در صحبت بدون ثبت گفتند جایی که ساختمان‌های نو به گروه زمین‌های اهالینشین داخل می‌شود که قانون منع نکرده است. بنیاد بلندآشیانه‌ها نه تنها در محله‌های رودکی بلکه در دیگر نواحی نیز دیده می‌شود. این در حالی است که یکی از تامین کنندگان میوه و محصولات کشاورزی دوشنبه همین نواحی اطراف میباشند. اقتصاددان شناخته حاجی محمد عمرов میگوید بهتر از زمین‌های ناکارم یا ناآباد برای بنیاد بلندآشیانه انتخاب میشدند. من فکر میکنم که خیلی خوب میشد اگر همین تپا برای رشد شهرها استفاده برده میشدند. من باورم مثلا شهر استانبول در بالای تپا ساخته شده است. از یک تپه به دیگر تپه میبرید. اگر به اینا دست نمیرسند در بالای تپا میساختند اونا که تپا خیلی نزدیک هستند به شهرک خوبتر میشد به بنای عضو دست نمیرساندند. بحث‌های پیچیده منزل که در اکثر حالات هم ساکنان و هم صاحبکاران خود را حق می‌حسابند در دوشنبه و اطراف آن و مناطق دیگر کشور نیز جریان دارد. صاحب ملکان بیشتر از جبران ناکفایت نگرانی می‌کنند. ولی این بار از احتمال از دست دادن جای کار و منبع درآمدشان نیز صدا بلند کردند و می‌خواهند دانند که حالا در شبانه روز تا 13-14 ساعت برق ندارند در بلندآشانه‌ها چگونه زندگی می‌کنند. مقامات خوشبین است که در سال 2027 این مشکل حل می‌شود هرچند برخی ساکنان بر این شبهه دارند.